حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق بفرمایید. موضوع برنامه ما آیه تطهیر و ارتباطش با اسمت ائمه است. در این مورد اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. بله، موافقینش با استودیو وصل می‌کنیم یا نه؟ شما وصل هستید، صدای شما داره پخش میشه. بله، من می‌خواستم بگم الان اون دوره تموم شده، الان همه شیعه بیدار شدن. الان من خودم شیعه ام، الان خودم شیعه، در حال حاضرم شیعه ام. خودم من 25-26 سال سنمه، هنوز یه توهین نه از خودم به امهات المؤمنین شده، نه از بابام، نه از برادرام، نه از خواهرم، نه از مادرم، نه از اقوامم. چرا؟ چون بیدار شدیم. خدایی از موقع بیدار شدیم که فهمیدیم این آخونده رافضی دارن دروغ میگن. هنوزم میگم شیعه هم ولی آخونده رو قبول ندارم. چرا؟ چون هیچ دختر آخوندی تا حالا سیغه نشده، فقط به بقیه شیعه ها میگه شما سیغه کنید، ولی تا حالا دخترها خودشونو نگفتن که شما بیا سیغه بشید، سیغه فلان کس بشید. هیچ موقع مثلا همین خواهرهاشون نمیذارن سیغه کسی دیگه بشید، فقط به شیعه بدبخت میگن شما برید سیغه بشید. الان یک شیعه شما پیدا کنید که بگید به من سیغه فلان دختر فلان آخوند سیغه کردن، یعنی من دختر فلان آخوند سیغه فلانی شدم. نیست آقایی که نیست. درست. اینا کلن خودشون نمیدونن، همه شیعه هم بیدار شدن. الحمدلله. این خیلی برنامهاتی اثر گذاشته رو شیعه. الحمدلله. میگم هنوز فونی نشدم، هنوز مذهبم هست ولی آخونده رو قبول ندارم. اسم مهم نیست برادر عزیز، اسم اصلا مهم نیست. شما میتونید شیعه واقعی علی باشید. این اعتقاداتی که امروز آخوندها و مراجع رافضی دارن به خدا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این اعتقادات رو نداشتن و من به شما تبریک میگم. خدا شاهد نداشته. من خیلی یعنی جاهای فانیشین سفر کردم، حتی به بلوچستان، از بلوچستان توی زاهدان، توی چابهار، توی ایرانشهر، من اینا رو همه رو گشتم. الحمدلله. الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. تبریک میگم به شما، این عقل و این منطق شما رو که شما رو به راه حق و حقیقت راهنمایی کرده. موفق باشید. بعد یه موضوعی که میخواستم بگم. بفرمایید. خواستم بگم که کل ایران خدا شاهد داره این برنامه‌اش ما رو نگاه میکنه. یعنی خدا شاهد، یعنی ما اصلا خودم شیعه هم، یعنی یک روزا اصلا به مرگم راضی میشم از این برنامه این آیت الله قزوینی. خدایی به مرگم راضی میشم. اصلا اینا چه بشرن، اصلا فکر ندارم، مغز تو سر اینا نیست. همینجوری از سرشون یه چیزا میگن، ما هم دیگه باید بگیم چشم. ما خدایی نه من نه قومم، اصلا ما مثلا 6-7 مثلا برادر، ما دیگه از همین قوم 6-7 چی درست. هیچ کدوممون اون خمس تا حالا ندادیم و نمیدیم، قبول نداریم خمسو. درست. برادر عزیز میتونم بپرسم شما دقیقاً از کدوم منطقه هستید، از کدوم استان هستید؟ من استان کرمان زنگ میزنم. ماشاءالله. استان گلباف. الله متعال حفظتون بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیب شما و خانواده‌تون بکنه انشاءالله. و با خدا سوگن ما منتظر شما این که بیاید ایران. یعنی خدا شاهد گل ریزانتون میکنید، زیر پاهای شما رو ما میبوسیم، دیدارمون کردید، خدا شاهد. الله متعال حفظتون. واقعی علی هستم، پیرو علی واقعی. علی شیرمردی بود که اینا دارن یه علی دیگه درست کردن. درست. بیننده عزیزمون، من یک سوالی خدمتتون دارم. خلفای راشدین، برادر عزیز، برادر عثمان، علی. برادر گرامی، شما اشاره فرمودید تا حالا سراغ ندارید که یک دختر آیت الله یا آخوندی تا حالا صیغه شده باشه. شما به عنوان یک شیعه که در جامعه شیعه زندگی کردید و علمای شیعه رفت و آمد دارید، تا حالا دیدید که یک آخوندی خمس پرداخت بکنه؟
متوجه شدی؟ نه اصلا این چنین چیزی نیست، چون خون تو جیب آخوندم میره، اون آخوند میاد از این جیبش در بیاره به اون جیب دیگهش کنه، اصلا نمیده اینا. درست. تشکر از شما، خیلی ما رو خوشحال کردید با این صحبت‌های شیرینتون. الله متعال شما رو حفظ بکنه برادر عزیز. امید دیدارتون تو تهران. سلامت باشید. خدایی میام همونجا. سلامت باشید. الله متعال حفظتون بکنه. تشکر از شما. با آینده هستم. خداحافظ. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا